سلام بینندگان عزیز، برنامه فرهنگ حقوقی است از تلویزیون تاجیکستان. منظور شما شرح ماده 32 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان رو ادامه می‌دهیم. یادآور می‌شویم که در ماده 32 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان سخن درباره حقوق به مالکیت و میراث می‌رود. دولت طرفدار آن است که هر یک صاحب ملکی که به او تعلق دارد برای قانع گردانیدن طلبات مادی و معنوی خود و عائله خود در دایره معیارهای مقرر گردیده عملی سازد، یعنی استفاده نماید. هر یک عضو جمعیت برای رعایت نمودن منفعت دیگران حقوق مالکیتی خود را به عمل می‌برد. تمام عملیاتی که صاحب ملک روا می‌داند در دایره طلبات قانون‌ها به عمل برآورده می‌شود. صاحب ملک می‌تواند مطابق صلاحیتش عملیات قانونی را انجام دهد. دارنده حقوق مالکیتی شهروندان جمهوری تاجیکستان بوده هر یک شهروند می‌تواند در علیحدگی یا با همراهی دیگران صاحب مالکیت باشد. اینچنین شخصان خارجی و شخصان بیش شهروند حقوق دارند صاحب مالکیت باشند. نه تنها شخصان علیحده صاحب مالکیت شده میتوانند، بلکه شخصان حقوقی با مانند کارخانه‌ها، تشکیلات‌های جمعیتی، اتحادیه جمعیتی، تشکیلات‌های دینی و غیره میتوانند صاحب مالکیت باشند. کنستیتوسیون و کدکس مدنی جمهوری تاجیکستان حقوق مالکیتی همه سوبیکت‌ها را حفظ می‌نماید. صاحب ملک حق ندارد در مورد عملی گردانیدن حقوق‌هایش حقوق و منفعت‌های قانوناً حفظ شده اشخاص دیگر را ویران کند. در بعضی حالت‌ها شهروندان معیارهای قانون را عاید به حقوق مالکیتی نمی‌دانند. قاعده‌های قانون را با فهمش عادتی خود آمیخته می‌کنند. هر یک شخص به درجه معین مال و ملک دارد. ابیکت‌های حقوق مالکیتی در کدکس مدنی جمهوری تاجیکستان وابسته به سوبیکت‌های آن تنظیم خود را یافته است. طبق ماده 282 کدکس مدنی، سوبیکت‌های حقوق مالکیت در تاجیکستان شخصان واقعی، حقوقی، دولت و مقامات محلی خود را کنی میباشد. در برابر این مالکیت را وابسته از روی خصوصیتشان به دو نمود جدا میکنند: مال‌های منقول، مال‌های غیر منقول. مال‌های منقول گفتن مال‌های را مینامند که آنها هر روز در معاملات مدنی قرار دارند، مثال پول، چیز چاره، اسعار خارجی، کاغذهای قیمتناک و غیره. مال‌های غیر منقول گفتن مال‌های را مینامند که آنها با زمین علاقمندی زیج داشته از یک جا به جای دیگر انتقال دادن آنها برساندن خسارات واقعی نامتناسب به تعییناتشان امکان ناپذیر است. مثال گیریم قطعه زمین، خانه، بنا، انشا، درخت‌های بسیار ساله و مانند اینها. بینندگان گرامی، شرح ماده 32 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را ادامه می‌دهیم. یادآور می‌شویم که در قسم دوم ماده 32 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان سخن درباره حقوق به میراث می‌رود. یکی از اساس‌های بسیار معمولی با وجود آمدن حقوق به مالکیت این میراث گرفتن میباشد. در ماده 32 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان چنین ثبت شده است: هر کس حق دارد صاحب مالکیت و میراث باشد. موافق کدکس مدنی جمهوری تاجیکستان مفهوم میراث از میراث دهنده به وارث یا وارثان او گذشتن حقوق و عهده‌داری‌های شخص فوتیده را می‌نماید. میراث در نتیجه وفات شهروند یا فوتیده اعلان گردن او گشوده می‌شود. در بین حقوق و عهده‌داری‌های میراثی نقش اساسی را حقوق مالکیت دارد. تقدیر ابیکت‌های مالکیتی را خود مالک حل می‌کند. مال و ملک میراثی با وارثان موافق وصیت‌نامه یا قانون می‌گذرد. طبق وصیت‌نامه و قانون شخصان واقعی که در لحظه گشوده شوی میراث زنده اند، اینچنین کودکان هنگام زنده بودن میراثگزار در بطن مادر بوده که بعد گشوده شوی میراث زنده تولد می‌شدند، میراثگیر بوده می‌توانند. قانونگذار دو ترتیب میراثگیری را پیش بینی نموده است: میراثگیری طبق وصیت‌نامه و میراثگیری طبق قانون. وصیت‌نامه اظهار اراده شخص واقعی عاید به اختیارداری مال و ملک که به او تعلق داشته هنگام وفات کردن اعتراف می‌شود که به طور دخلدار به رسمیت درآورده شده است. وصیت‌نامه را تنها شخصی انجام داده می‌تواند که در وقت عملی نمودن آن دارای قابلیت پوره عملکنی میباشد. وصیت‌نامه باید شخصاً انجام داده شود، یعنی خود شخص باید انجام دهد. در وصیت‌نامه باید اراده تنها یک شخص واقعی افاده یافته باشد. انجام دادن وصیت‌نامه با واسطه نماینده یا از جانب دو و زیاده شخص واقعی اجازه داده نمی‌شود. وصیت‌گزار حقوق دارد به شرح سبب یک یا یک چند میراثگران طبق قانون را از میراث محروم نماید. وصیت‌نامه باید در شکل خطی با نشان دادن وقت و جای ترتیب دادن آن انجام داده شود.
васиятнома бояд аз тарафи васиятгузор шахсан имзо гардад. ҳангоми тасдиқи васиятнома иштироки шоҳид ҳатмӣ мебошад. бекор кардан ва тағйир додани васиятнома. меросгузор метавонад озодона васиятномаи тартиб додаашро пас аз анҷом додани он дар ҳар лаҳза бекор кунад ё тағйир диҳад ва дар ин ҳолат уҳдадор нест ки сабабҳои бекор намудан ё тағйир додани онро нишон диҳад.